خسته نشی انقدر به من نگاه کردی بابا؟ آدم که از تماشای فرشته ها خسته نمیشه. برو دخترم، مامانت تو کوچه منتظره. برو. بابا شما مامان بدت میاد؟ نه مامانت حق داشت. نگران بود که اگه بخواد برات خواهر یا برادر بیاره مثل من مریض بشه. واسه همین از من جدا شد. برو دخترم. مامان اصلاح میکنه ولی من دلم نمیخواد. چی رو؟ به این آقای که مامان باش عروض کرده بگم بابا بگم؟ بگو بابا. حالا دیگه برو، دیر شد. بابا نه دوست دارم. خیالت راحت شد؟ یه ساعت ما رو علاف کردی. خداحافظ شما. شربتتو خوردی مسلم جان؟ بله، شما نگران نباش. برو بخواب، خسته شدی. الهی مادرت بمیره برات. ای کاش میمردم همچین روزایی رو نمیدیدم. ای کاش میمردم. این پوتینا رو چرا دستت گرفتی مادر؟ این لباس ها رو چرا پوشیدی؟ جایی میخوای بری مادر؟ با بچه ها قرار دارم. با بچه ها؟ این موقع شب؟ من نمیتونستم از بیمارستان بیام. بچه ها که میتونستم بیام ملاقاتم. آخه این بچه ها فکر مریضی تو رو نکردن که نصف شب باهات قرار گذاشتم. اگه یه وقت حالت به هم خورد
من چه خاکی به سرم بریزم؟ بعد از این همه سال بهش سرای حال دیگه‌ای داره مادر من. الهی فدات شم، دیگه دنبال من نیا. برو بخواب قربونت. برم بخوابم؟ یعنی فکر نمی کنی که دل مادر پیرت بعد از 4 ماه دوری به همین یه شب خوش بود؟ یعنی حق اینو ندارم که یه شب سیر ببینمت؟ فردا صبح که برگردی بیمارستان باز منم و این خونه خالی مادر. خدا رو شکر کن جلوی چشات نیست، وگرنه شما هم مثل من شیمیایی میشد. منو عراقی ها شیمیایی کردن، شما رو غم و غصه. قبول کنید هرچی جلو چشات نباشم بهتر. بخند دیگه فدات شم. اخم نکن. وقت اذان صبح خودم میام برای نماز بیدارت. برادر خوابالو چاکری برادر مسلم خان سرفزاده. اسیرتم مسلم جون. بنده یک پارچه تعلق خاطر هستم نسبت به حضرت عالی. شما چطور؟ اما یخچه آدم ده میبوسم اون محاسن سیم ظرفشویتونو. این که نشد که مسلم جون، همیشه خدا دیر دست الحاق میدی، اما وقتی هم که دست میدی همچی مردونه‌شو میدی. تقبل الله. سلام مسلم جون، خوبی؟ 1 دقیقه دیرتر اومده بودی رفته بودی ما. ببخشید آقا مرتضی. برو سوار شو. امشب کجا میری؟ زیارت یا سیاحت؟ هر دو. میریم ملاقات اصغر، حالش وخیمه، بردنش CCU. بچه روشن کنید. بچه‌ها امشب فقط میریم CCU پیش اصغر. بچه‌های دیگر رو بیدار نکنید.
قربون هیکلت اصغر جون. مثل یه یل خوابیده رو تن. فدای ابروهای مردونه. درود بی پایان برداشت اصغر درازکش. هول نکن قربونه، نفس بکش. پدر عشق بسوزه. ببین با بچه مردم چیکار کرده. اصغر جون بخیل نباش، تو که قطع نخواه هستی. یهو قطع نفس کن تا این هورلینای بدبختم یه 2000 کاسب شنده داشت. داشت اصغر بالا میپره. گدا گدوله‌ای صحبت نباشه. اصغر جون دست بکش از این دنیای کسی. بابا ول کن یقه این بی پی رو. این دنیا زمین خوردت داشت اصغر. از این بیشتر بی آبروش نکن. پروا کن اصغر جون، پروا کن عزیزم. یا جده سادات. بچه ها تموم شد، بریم. قربونه داشت اصغر جونم. بیا بریم جمع منتظرتم. قرار نشد لهش کنیم، فقط بجویده. خداحافظ میدون انقلاب. منم رفتم. دلم برای همه خوبیات تنگ میشه. خداحافظ میدون پر از خاطره. خداحافظ. دلم برای تنها موندنت میسوزه.
سلام پایگاه مقدار. مایی همون بچه‌هایی که واسه جبهه جلو جمع می شدیم. یادته متی؟ من همیشه اونجا تو پیاده رو میشستم. قربون این در بسته که در بهشت رو برای ما باز کرد. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام. خواب از تو بیدارش کنی، مست از تو هوشیارش کنی، گویید فلونی اومده، آن یار جونی اومده. اومده حال تو، احوال تو، سیاه موی تو، سپید روی تو، ببیند برود. امشب شب مهتابه، حبیبم را میخوام، حبیبم اگر خوابه، طبیبم را میخوام. من برادر سلام علیکم هستم. و علیکم برادران نوربالا. بابا اینقدر به نون در آوردن نچسب. مخلص هرچی مرد با معرفته، چون شما رو نمیبینه من کمتر حرف بزنم بهتره. یا فکر میکنه قاطی کردم قول برش میده. استغفرالله. از رسته فرمانده گردانی به رسته شاطری ترقی کردن اصلا قاطی کردن نیست داداش. تو شهادت رو خواستی، خدا هم بهت داد. نوش جونت. من تمام بیشتر هرچی اون بخواد رو من حسودی میشه. تو رو خدا بیای جلوشونو بگیرید، نذارید منو ببرن. من غلط کردم، من عرقخور، نامرد و قفاز نوزون خور، ولی اومدن منو ببرن. زنم، زندگی، بچه‌ها، تو رو خدا دارن منو میبرن. تو رو خدا بیای نذارید. اومدن منو ببرن. من زن و بچه دارم، بیای جلوشونو بگیرید. تو رو خدا نذارید منو ببرن. اومدن منو ببرن، اومدن منو ببرن. نه 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 جلوشو بگیر. نه اومدن منو ببرن. نه 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 جلوشو بگیر. بیا جلوشو بگیر. بیا جلوشو بگیر. بیا جلوشو بگیری. نذارید منو ببرن. جلوشو بگیری. نذارید منو ببرن. خدا مردم خوب میفهمن. 4 تا چماقدار از این ور و 4 تا روشنفکر از اون ور خیلی کوچولوتر هستن که بخوان خدا و پیغمبر رو از این مردم بگیرن. من که خیالم راحت. خب جواد جون، ما باید بریم. وقت کردی یه سر ما بزن. قربونه داداش.
وقت شب چقدر موتور سوار. بیخواب شدی. ایناها مگه این همه موتور رو نمیبینی؟ اینا چرا لباس ما رو پوشیدن؟ اینا رو نگاه، چه بازی رو جدی گرفتن. عجب بتونی خرج این مسافرخونه میکنن. روز باید بیای تو این شهر بگردی. بتون که خوبه، بعضی‌ها یه چیزایی خرج این مسافرخونه میکنن که میشه باش همه بهشت رو خرید. ببخشید، میشه ازتون بپرسم یه خانم جوون 3:30 شب تو این هوای سرد کنار خیابون چیکار بود؟ منم میتونم ازتون سوال کنم یا آقای جوون 3:30 شب برای چی تو خیابونا پرسه میزنه؟ خدمت شما عرضم که این آقا اومده یکی از دوستاش از آسایشگاه ببره خونش. خب این خانم جوونم اومده کنار خیابون که شوهرش رو ببینه. تو دست بر نمیداری از این کارا؟ چرا دست بردارم؟ مگه دیوونم؟ آره به خدا دیوونه ای. اگه این دیوونگیه خدا ایشالله همه رو دیوونه کنه تا مثل من کیف کنم. کدوم کیف پروانه؟ بابا برو شوهر کن. شوهر؟ مگه ندارم؟ این ماهی خودتو تو آینه دیدی؟ داره رنگ و آبت بر میگرده. پس فردا دیگه شوهر گیرت نمیاد. یه شوهر گیرم اومده بر هر دو دنیام بسه. چرا نمیخوای قبول کنی پروانه؟ تو فعلا تو این دنیایی باید ازدواج کنی، بچه دار بشی، بچه ها تو عروس کنی، نوه دار بشی، مثل همه کیف کنی از این چیزا. من همه این کیفا رو با دیدن تو میبرم. اونم چه کیفی. حتی به قیمت اینکه در و همسایه و برادر خواهرات به چشمه دیوونه بهت نگاه کنن. نگاه دیگران برام مهم نیست، فقط نگاه منتظر تو برام مهمه که تو دروازه اون دنیا چشم انتظارم بایستادی. خدا نکشتت مرتضی. چه نگاهی داری تو؟ لا اله الا الله. بچه ها منتظرم. اجازه مرخصی میدی؟ دوست دارم قد همه آسمونم. با بیشتر. خداحافظ.
خب مسلم جان، خداحافظ. یعنی چی؟ شرمندم. یعنی من نمیتونم بیام؟ اجازه ندادن. یعنی موقع تو هنوز نرسید. کجا میری بی معرفت؟ اینجوری رفیقتون رو جا میذارید و میرید؟ آره؟ چرا وایسادی؟ آره؟ من بدبخت بیچارم، بی ارزم، آلودم، واگیر دارم. آره؟ شیمیای گناه و معصیتم، نفسم مریضتون میکنه. بایدم منو جا بذارید تا برید، بایدم از من فرار کنید. شما پاکین، عزیزین، آبرومندین، سالمین، اما من جزام گناه سر تا پامو گرفته. مگه نه؟ یه مرداب خوشگیرم، اما نامردا منم یه زمانی مثل شما زلال و جاری بودم، پاک بودم، کنارتون بودم، رفیقتون بودم. اگه همه اینا نبودم بابا نوکرتون که بودم. یادت مرتضی؟ یادت تو هموه تو کوه یادت چند بار کیست کشیدم به سر؟ اصغر یادت برات پوتیناتو واکس میزدم؟ رضا تو بابا من کمک تیر بار چیت بودم. حالا ببینین رفیقتون توی این شهر شلو جا مونده داره زیر دست و بله میگه. چی میخوای مسلمم؟ تنگ رفت دارم. مسلم دلش رو تو مشت حسین گذاشت و رفت کوفه. دیگه دلی نداشت که تو غربت کوفه بگیره یا تنگ بشه. اگر مسلمی چرا تسلیم نیستی؟ اگر دل دادی چرا بیدل نیستی؟ دلم گرفته مرتضی، دلم گرفته. این همه چرا توی این شهر هیچ کدوم چشمامو روشن نمی‌کنه؟ این همه چشم توی این شهر مرتضی هیچ کدوم دلمو گرم نمی‌کنه. مرتضی اینجا همه میدونن که زنده بمونن، هیچ کس نمیدونه که زندگی کنه.
این شهر همش شده زمین، دیگه آسمونی نداره این شهر. من دلم آسمون میخواد مرتضی، آسمون. وقتی دلت آسمون داشته باشه، چه تو چاه کنعان باشی چه تو زندان هارون، آسمون آبی بالا سرت. از کجا این آسمون رو پیدا کنم مرتضی؟ فقط چشماتو باز کن تا آسمون چشمای صاحب تو بالا سرت ببینی. زمین و آسمون از چشمای اون نور میگیرن پسر. چشماتو رو خودت ببند مسلم، ببند. اجازه دادم که تو هم بیا. آماده ای؟
امشب چرا انقدر هوا آفتابی است؟ همینجا بودیم، سه گردان خسته و گشنه و تشنه و زخمی این وسط زمین گیر شده بود. چپ و راستمون و عراقی ها بسته بودن، از دو طرف نعره تانک هاشون شنیده می شد. بیرون این کانال هم آخر دنیا بود. فقط این کانال بود که مثل تخت پاره ای وسط اقیانوسی از آتیش به بچه ها پناه داده بود. فقط این کانال بود. اول نقطه سیاه بود. وقتی اومد بالا سرمون دیدیم هلیکوپتره. یهو همه جا سیاه شد. بارون سرب داغ بود که گوشت و استخون بچه ها رو تیکه پاره میکرد. بچه ها فقط پرپر میزدن، تیکه تیکه میشدن و پرپر میزدن، جزغاله میشدن و پرپر میزدن، چشماشون رو میبستن و پرپر میزدن، اشهد میگفتن و پرپر میزدن، لبخند میزدن و پرپر میزدن. زمین و زمان پر شده بود از پر، بس که بچه ها پرپر زده بودن. ببخشید. یا علی، من برم برمیگردم. تا نور هست یه پلان از اینجا بگیر. اینجا فیلم برداریه. اومدن تو کادرم. کات کن. اینجوری خوبه؟ مگه عکسی یادگاری میخوایم بگیریم؟ ببینم آقا، از بچه‌های روایت فتح هستین؟ آره؟ به خدا آب و هوای این پایین هم خوبه، هم برای شما هم برای این دوربین که 2000 آفتاب لازم داره. حالا نمیشه سر دوربینو بچرخونید سمت ما؟ 2000 ما کاسب شیم. به خدا ما یه خاطرهای از جبهه داریم که عمرن هیچ کسی جلوی دوربین نگفته. نور داره میره، یه جور بیارشون پایین تا من این پلان آخر رو بگیرم. اگه داداشای گلم از اون تپه بیان پایین و بذارم ما این پلان آخر رو بگیریم، من بهشون قول میدم فردا صبح ازشون فیلم میگیرم و تمام خاطراتشون هم ضبط میکنم. آخه عقبی فردا ما نمیتونیم بیای، خانوم بچه ها منتظرن. داداشون از دستت میره ها، بذار قدر یه پیلان با صد تعریف کنیم. باور کنید که نمیشه، تا چند دقیقه دیگه نور میره، اون وقت تو تاریکی که نمیشه فیلم برداری کرد. همین چند دقیقه یه خاطر کوچولو، به خدا عشق میکنی. به اصطلاح ما شهیدای زنده ایم، نوکرتم، اینطوری دل ما رو نشکن، تلافی میکنیم رفیق. از دست شما فقط 3-4 دقیقه ولی تصویرتون تاریک ضبط میشه. همونجا روی تپه بشینید، مدیوم دوتاشونو ببند، من خودم میرم جلو صداشونو میگیرم. نور چی؟ پلان آخر رو نمیگیری؟ اونو فردا میگیریم. تا نور هست کات نده، بذار تعریف کنم. خب ما در خدمت شماییم، بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. اسم من مصطفی حسینیه، اسم این رفیقم مرتضی گل محمدیه. داشتم میگفتم فرمانده گردانمون بود، خدا رحمتش کنه، شهید شد. میگفت اگه توی شهر همه فقط دنبال منفعت خودشون باشن، اون شهر میشه جنگل. هر کسی چای میندازه تو سفره بغل دستیش برای یه لقمه بیشتر. میگفت اما جبه برعکسه، هر کی بیاد توش
اول باید ساک منافعشو بذاره زمین و جونشو بگیره کف دستش. برای همین جبهه عین یه باغ پرنده درست میکرد. این پرنده ها هم با این سنگرها یه بهشت ساخته بودن. وقتی داشت شهید میشد گفت این دنیای جنگلی بمونه دست اهلشو، این بهشت باصفا هم مفت جنگ ما. اینو گفت و چشاشو بست. جنازش هم همونجا موند. زیر اون آتیش جنازه خیلی آجا آبیلایی شده بود از بارون گلوله و خونپاره. زمین چسبیده بود به آسمون و صورت آسمونم غرق خون بچه ها. قیامتی بود اون روز. دیاف افتاد، کات کردم، تصویر دیگه تاریک شده. ببین از این به بعدشو باید بشنوی. نور رفته دیگه نمیشه گرفت. دستت میره آخوی. بابا شما یه پا شاعری دا، خیلی به درد ما میخورید. ما در به درتیم داداشون، شما هم به درد ما میخورین. ببین ما آوازم بلدیم ما، دم غروبی خیلی حال میده. دیگه نور رفته. خب بچه‌ها الان کجا دارید میرید؟ فردا صبح حتما باید مابقیشو تعریف کنید ها. این دور و برای خدمت میرسیم. آقا فردا تلویزیون ما رو نشون میده دیگه نه؟ حتما، اما فردا نه. پس خداحافظ. آوازم بمونه برای فردا. خداحافظ. حیف که صداشون رو نمیشنیدی. چرا؟ شنیدم. از اون فاصله؟ آره از اون فاصله. اصلا به قیافه‌شون نمی اومد. هیچ خبری ازشون نیست. به بچه ها سپردم اگر پیداشون کردن بفرستنشون پیش ما. آقا جون حرکت کنه، داره دیر میشه. تا منطقه درگیری گروهان قمر بنی هاشم 4 کیلومتر راهه. تمام مسیرم آلوده است. وجب به وجبش پر از مین خونسا نشده است. باشه حرکت کن. شرمندم دوباره یادآوری میکنم، فقط پاتون رو جای پای من بذارید. جنازه! اینجا جنازه است! بیاین اینجا!
پلاک دارن. 15 نه 19. آره بگو. مرتضی گل محمدی نام پدر ابراهیم، مصطفی حسینی نام پدر علی. باشه بگو. مرتضی گل محمدی نام پدر ابراهیم، مصطفی حسینی نام پدر علی. آره نوشتم. اسمم مصطفی حسینیه، اسم این رفیقم مرتضی گل محمدیه. اینجوری خوبه؟ مگه عکس یادگاری میخوایم بگیریم؟ معذرت میخوام، ببخشید میشه یه بار دیگه اسامی رو بخونین؟ جنازه‌ش هم همونجا موند. اینجوری خوبه؟ به خدا عشق میکنی. آشناتون بودن؟ به اصطلاح ما شهیدای زنده نوکرتم. اینطوری دل ما رو نشکن. همین چند دقیقه یه خاطره یه کوچولو. حالا نمیشه سر دوربینی بچرخونید سمت ما؟ نمیذارم ما کاسب شیم. فیلمی که ازشون گرفتیم. برو موتور برق روشن کن. اینا چشون شده؟ هیجان باعث آتش میشه. برو واسهشون چایی بذار. آروم میشه. نگران نباش. خوبه نگه دار. بعد از این پلن همون پلنه. زمین و زمان پر شده بود از پر. از که بچه ها پر زده بودن. یا علی. کوشن این همون پلانه؟ آره همونه. پس چرا هیچکی نیست؟ پلان ردیر بیار. همون که دوتایشون رو حرف زدن. یعنی چی؟ چراغ خالیه؟ تو مطمئنی همون پلانه؟ آره بابا همون پلانه. برداشت دیگه ای ازش نداشتیم. برای اطمینان اینم آخر پلان. آخرش باید هوا یواش یواش تاریک میشه. شاید بعد از این پلان باشه. نه
این فرداشه. تو این دنیا هیچی نمیمیره، همه زنده. چشم بیدار این زندگی رو میبینه، چشم خواب اصلا. همین دوره برایی خدمت میرسیم. شما هم به درد ما میخورین. تلافی میکنیم رفیق. اینو گفت و چشاشو بست. بازم اونجا بایستاده. اون دختر کوچولوه.
2 سال هر وقت با قطار میرم جبهه میبینمش درست همین شکلی. پس چرا مثل بقیه گلاشو نمیپوشه؟ اون گلاشو همین جوری میده، بابتشون پول نمیگیره. بچه همینجوری وایستاده؟ منتظره تا بچه ها برن کنار. برن کنار؟ برای چی؟ واسه این که اون آدمی رو که دنبالشه پیدا کنه. خب مگه کیو میخواد پیدا کنه؟ اون آدمی رو که قرار شهید شه. چی؟ یعنی چی؟ میدونی این دختر کوچولو تا حالا به هر کسی که گل زده اون آدم شهید شده. پیغمبر راه افتاد. آخه تا کی دخترم؟ بس دیگه. کنار ریل از سرما کباب میشی یا؟ یادت پارسال چه بلایی سرت اومد؟ قطارشون فقط 2 ساعت دیر کرد.
سینه پهلویی کردی که 1 ماه تموم از جا بیرون نیومدی. بسته دیگه. تا کی میخوای کنار ریل منتظرشون بمونی؟ چرا نمیخوای بفهمی که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده؟ عزیزم، دختر گلم، نازنینم، خدای مهربون بابا جونو برده پیش خودش. اینو بفهم. اینقدر با من لجبازی نکن. اینقدر خون به دل مادرت نکن. وقتی بچه ها اونجوری نگات میکنن از جیگرم کباب میشه. بسه دیگه. باور کن که دیگه بابا از جبهه بر نمیگرده. باور کن که بابا رفته پیش خدا. الهی مادرت بمیره. الهی مادرت نباشه که عشق تو ببینه. باشه عزیز، باشه. ببخشید، غلط کردم. هر کاری دوست داری بکن عزیز دلم، اما چشم راه بابات نباش، چون دیگه از جبهه بر نمیگرده. هوا خیلی سوز داره. میگم بریم بهش کمک کنیم. چای گذاشته بهش کمک کنیم که این دفعه دومش بشه. آخه اینجور که داره گل میچینه 1 ساعت دیگه هم تمام نمیشه. اگر این دفعه سینه پهلو کنه کاری ساخته است. وای مشرعیم وانتش فروخته. فرسال ماشین به دادش رسید. خودت تو چند بار واسش گل چیندی و گلا رو دستی کرده برگردون. اون تای گلی رو خودش انتخاب نکنه، با دسته خودش هم نچینه دلش راضی نمیشه. تو این سرما، این موقع شب، آخه تو این ظلمات کی میره کنار ریل که تو میخوای بری دختر جان؟ ها جواب بده. آخه تو این تاریکی و سرما کدوم رزمنده راضی میشه که تو واسش گل ببری عزیزم؟ ها کدوم رزمنده؟ آسمون رو نگاه کن، تا نیم ساعت دیگه برف میگیره. چرا انقدر منو عذاب میدی دختر؟ برو این گلا رو بذار سر جاش بگی بخواب. خدا دیگه نه ندارم. چند بار بهت بگم بابا دیگه نمیاد، شهید شده، رفته پیش خدا. دست از این کارات بردار، ذلم کردی. الهی فدات شم،
فردا صبح برو. قربونت برم، این گلارم بده به من. فقط تا نیم ساعت. اگر قطارشون نیومد برمیگردی. من از پشت پنجره نگات میکنم. اگر برف گرفت خودم میام برمیگردونمت. باشه؟ چشم. فقط تا نیم ساعت. سلام خانم کوچولو، دست گلتو به من میدی؟ باشه عیب نداره، ولی بیا عزیزم، بیا ببین دست گلتو به این آقا میدی؟ خانم کوچولو باریکلا، اصلا خجالت نکش عزیزم، اگه دوست نداری دست گلتو بهش نده، ولی اون خیلی دوست داره که تو رو ببینه. بیا عزیزم بیا. جو اول برس.
وای